وقت این کوتاه است و از زندگی شما چه خیلی گذشته است. وقتی که من 20 ساله بودم با من میگفتند که وقت چنان کوتاه هست که وقتی که میگذره شما خدا نمیفهمید. نیکی من با این باور نمیکردم، اما من فهمیدم وقتی که من پیر شدم. حاضی من با جوانان به شما میگویم که وقتی کوتاه است، وقتی خود را بیهوده صرف نکنید شما هم باور نمیکنید. و من حاضر جوانان را فهمیدن نمیتونم. شما بدانید که وقت همیشه تیز گذشته است. من حاضر 5 ساله هستم. من فکر میکنم که این دیروز بود. من فکر میکنم دیروز 20 ساله بودم. و هر یک نفر ما یک خیل وقت داریم. روزای ما یک خیل شب و روز میشود و ما تقریبا روزی ما 1440 دقیقه است. یک هفته ما 168 ساعت است که ما این را گذرانده استیم، خود ما خبر نداریم. و بعضی ما را خداوند اجازت میدهد که تا 70-80 سالگی را عمر ببینیم. و شما چی فکر دارین وقتی که زندگی ما شما چه گذشته است، چه حیات کوتاه است؟ ما از این خبر نداریم. و این وقتش است که ما در این وقت کوتاه خود باید ما چنان درس‌ها را بیاموزیم که ما در آینده خود از هیچ چیز پیش پا نخوریم. ما باید این وقت کوتاه خود را با یگان چیزی که صرف کنیم با آن در آینده ما در کار می شود. 20 سال، 30 سال، 40 سال یا 80 سال عمر میبینیم. چی کاری کردن میخواهی امروز بکن. چیزی که خواندن میخواهی امروز بخوان. وقتی که تو یک کار کردن میخواهی، کتاب خواندن میخواهی، تو امروز بخوان، چون که وقت کوتاه است. عائله شما با شما محتاج است. شما باید وقتی خود را با آنها حاضر گذرانید. شما 1 سال 2 سال انتظار نشوید. شما وقت را حاضر با عائله خود گذرانید. شما وقتی که از کسی قرضدار هستین شما حاضر آن را پرداخت کنین. وقتی که شما کسی را رنج داده باشین شما حاضر از آن بخشش پرسین. وقتی خواندن است شما باید حاضر بخونید. وقتی که یگام کس محتاج است شما با آنها حاضر کمک کنید. شما هیچگاه کاری را با فردا نگذارید. شاید شما تو پگاه را هستید یا نستید. شما با خود باور دارید؟ چون که با ما وقت اجازت نمیدهد که ما فکرمان پگاه یا هفته دیگر کنیم. با ما وقت اجازت نمیدهد که ما این روز نمیکنیم پگاه یا پگاه دیگر میکنیم. نه، حاضر کن تو. و شما هیچگاه فراموش نکنین، هیچگاه نگوید که وقت دراز است، وقت کوتاه است. و من گفتنی هستم در حقیقت وقت به هر کوتاه است. از شما خواهش میکنم وقتی خود را هیچگاه بی‌فایده صرف نکنید. کدام کاری هست آن کار را امروز کنید. وقتی که تو میخوای زندگی بهتری داشته باشی چرا تو امروز نمیکنی؟ وقتی که تو میخوای در آینده زندگی براحت داشته باشی چرا امروز نمیکنی؟ وقتی که تو میخوای در پیرانسالیت راحت زندگی کنی چرا تو امروز کوشش نمیکنی؟ و هر روز به خود باور دار و هر روز به خود نقشه ها بکش که تو امروز باید چیکار کنی. با امید کسی نیستین.